پیغمبر اکرم فرمود اصلا مؤمن، عاقل، زرنگ، کیس اونی که یاد مرگ باشه، نه غافل، نه حذف بکنه از ذهنش. یه مرتبه بعضی از اصحاب به پیغمبر اکرم داشتن تعریف میکردن که آقا فلانی کیه، یه نفری رو خیلی تعریف میکردن، خیلی بزرگش میکردن. پیغمبر گوش داد. بعد فرمود که این رفیقتون که انقدر ازش تعریف میکنید چقدر از مرگ و قبر و قیامت میگه، یادی اینم هست؟ گفتن آقا ما خیلی ازش این چیزها رو نشنیدیم. پیغمبر فرمود پس اینجوری هم که تعریف میکنید نیست، معلوم که هنو خامه، پخته نی، اونی که پخته است یاد اون ورم هست. بعد فرمود که اکیس الناس اکثرهم ذکرا للموت، زرنگترین مردم، اکیس الناس کیسترین مردم، اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعدادا له، اون کسی که از همه بیشتر یاد میکنه و خودش آماده کرده. یعنی در واقع میدونید پیغمبر یه معیار داد، این خیلی قشنگه ها، یه معیار داد. اگه کسی میخواد خودشو بشناسه تو آینه مرگ خودشو ببینه که چجوری میبینه. اون کسی که آماده است، اون کسی به یاد مرگ خودشو بشناسه که آدم خوبیه، خودشو بشناسه که آدم زرنگیه، خودشو بشناسه که آدم عاقلیه. اون کسی که یاد نمیکنه، غافله، خودشو بشناسه که عقب افتاده، خامه. ولی یه کارهای خوبی هم ازش سر بزنه هم هنوز پخته نی، هنوز خام هست. این خیلی چیز قشنگیه، یه معیار پیغمبر داد. واعظین.com، بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.